سلام خوش اومدید به ویدیو از کانال دوفنار. بچه ها امروز اومدیم با یه ویدیو فوق العاده از یه بازی که جدیدا خیلی وایرال شده و خیلی خفنه که همه یوتیوبرهای خفن دنیا و ایرانی ها امروز دارن پلیش میدن. بازی مثل باکشات. بچه‌ها لایک کامنت ثابت همه رو با هم بزن، همه رو با هم بزن. دوستتون داریم خیلی زیاد. آقا بریم سراغ ویدیو. اینا نزن برو داخل. میگه آقا نه اینجا نوشته که نباید بخوریش، برای بار اول وقتی داری پلی میدی بهت پیشنهاد نمیکنم بخوریش. نمیدونم چیه یعنی نباید برای بار اول خوردش، یعنی چی آقا؟ خب باشه ما یه دور اینو میریم که اینجا شو بندی کاشی نمیدیم برای برو داخل. خواب تو من سرا نمیشتم، من دارم علیکی اکت میکنم. بچه همه انرژی میگیرم میخوام برم بمیرم. این چیه؟ آها شبیه میگه اسم تو وارد فضای بزن روی این روم بزن میکنم روی بزن اسم تو بزن دوفنارد رو بنویس ببینم. بچه ها اینجا دوفنارد میخواستیم بنویسیم من دیش جا نمیشه. اینتر رو بزن برو داخل. مهم نیست مهم اینه که ماییم. بله این چیه؟ این خیلی بازی خوبه. دلر یعنی دلر یک تیر پر داری دو تا تیر خالی. یه تیر پر دارن دو تا با اون شات اینجوریه که آقا اگه تیر اول به خودت بزنی و خالی باشه دوباره توپا میاد دستت. چیزی که من دیدم تو بازی. اولی بزن به اون. نه بزن به خود، ببخشید بزن به خود. میمیریم سلام به خودم. یس مخم خیلی نفهم و بیشعوری، یعنی نگاه هم تکلیف تو زندگی با خودت مشخص. وایسا میخوام بزنم این که میخوام بزنم با بزن با دیلر میکشیمش یا میزنیم یا نمی. مرسی ماشاءالله به سنگ. خوبه راضیم. اینجا هنوز فیسش هست قشنگ کوب تو سرش. درست بدی. آره شلیک کردیم به داش. آره اینجا سه تا تیر پر دو تا خالی. تیر قرمز بچه پره، تیر آبی خالی. من میگم آقا بزن به اون. حسم به میگه حس. من میخوام واقعا بزنم به اون چون 3 تا 3 به 2. قلبم درست گفت. تموم شد. قلبم درست گفت. من تو این دیوونه خونه چی کار میکنم؟ تموم شد. تو راند اول بردی. چقدر ایزی. 3 رانده میکنم. آره 2 round 2. Let's make this a little more interesting. بگم جذاب‌ترش کنیم. یکم جذاب‌ترش کنیم. اینا رو تو یه سری وسیله بهت میده که الان کاراشو بهت میگم چیه. بیا. خب برو روش بزن برو روی جعبه. ذره بین آقا اینجوریه که تیر رو بهت نشون میده چیه. دست انمی میبنده و یه ران تو میدونی بیشتر بهش تیر بزنه. اگه اشتباه یعنی اون نمیتونه شلیک کنه. یک بار حق ازش میگیره. آره یه تیر برید خالی. ذره بین گفتی چیکار میکنه؟ یه تیر رو بهت نشون میده که تیر داخل گان چیه. من میگم میخوای دستبند بزن. نه ذره بین بزن. میتونه از 2 تا ارتان استفاده کنیم. آره دستبند میزنیم آقا. دستبند دست رو ببند. پدر سوخته. نه دیگه ذره بین نزن دیگه. دستبند زدی کلا 2 تا تیره. نگاه کن. اشکال نه. پره بزن بهش. تمام. اون چیه رو میزه اونه؟ اون ردبوله اجرایی. اون یه تیر رو میندازه بیرون. حالا یک بار دیگه حق نره درسته؟ نه یه بار دیگه حق نره ولی الان تیر خالیه. بزن به خود. از کجا میدونی؟ چون یه تیر پر بود تیر خالی. چیزی که من دیدم. حالا بریم بزن با مهم نیست. فرقی نداره. ریسک نمی‌کنیم. الان جعبه دوباره میاد بالا. چون تیرای هر وقت تیر خشاب تمام میشه بچا جعبه میاد بالا. چاقو چیکار میکنه؟ وقتی از چاقو استفاده میکنی اون لبه شاتگان رو میبره و 2 تا جون از طرف کم میکنه. یعنی قدرت تیر تو دوباره برمی‌داره. ولی اگه اشتباه بزنی که میسوزه دیگه. این چیه؟ این مهم نیست. نامه. خب اینم که بچه اسموک اهل دلا گذاشته این باز. نه برای یه جون ببره بالا. یک جون اضافه کنه. خوبه که به ما داد. خالی بود. حواس ما رو پرت میکنی دیگه بردیا. میزنیم به اون ریسک نمیکنیم. میزنیم بهش. خالی بود. اشکال نداره. الان 3 تا دستبند داره. یعنی ما این ران هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم.
دستفند اولم زد نوکرم او اینا خورد تیر خواهی پر انداخت بیرون ماشاءالله عجب خیلی خاک دوست دارم دستم بس از تو کارتو بکن داشت مریم هم جلو بگم دیگه تیر پر نداره اصلا آره تیر پر دیگه نداره همون شو خواب ذره بین این میدونیم چیه بچه ها گفتم به تو دمش کم ذره بین واقعا توی این بازی بهترینه الان تو ذره بین بزن سه تا نگاه کن پر 2 تا خواهد ذره بین بزن بعد چاقو بزن اگه پر بود چاقو بزن از اول یه ذره بین میزنیم که نگاه کنیم این داستان از چه قرار خب پر چاقو رو بزن تموم چاقو رو میزنیم تموم گرد چون دو تا جون داره تموم میشه بزن فینیشینگ دیلر راند 2 خدای خوب راهنمایی میکنن به عنوان عالی تو پیرزن چی؟ آقا راند 3 خیلی راند 3 الان بهتون میگم چرا خیلی سخته شما رو شل کن یه تیرم تا حالا نخوردیم بچه ها نمیدونم چه اتفاقی داره میفته این یه دستگاهیه که الان بهتون میگم بذار جونمون بالا بیاد چی داد؟ ذره بین واقعا داشته باشی برندی چاقو هم داد یعنی مکملی بی‌نظیر اما بچه این راند 4 تا میده هر راندش این دست آخر 4 تاییه 4 تا وابسته و آها اینجاش مهمه این 2 تا جون رو میبینی آره اگه به اون 2 تا جون کم رنگ برسی دیگه جونت چیز نمیشه زیاد نمیشه همونجا میمونه شک کرده بودم چون این چیز مونای قطع کردن سیمه چی میگم جون از اینجا قطع میشه خب ما یه ذره بین بزنیم که بعد بتونیم چاقو رو در نظر بگیریم بزن این راند پیش کارت تموم ایوه 2 تا قرارو بخوره قراره 2 تا ناب بخوره چاقو 2 تا ناب قراره بزن چاقو ذره خیلی کم میده با هم یعنی ما خیلی پریشانسیم واقعا بزن ببینم چه میکنه بعد این چیز نداره درجه هارد و هاردتر و اینا داره چرا دیگه قرصای دیگه با خیلی پلوی ما پشمام ریخته اوه الان یه تیر به ما میزنه خب خدا رو شکر چاقو نزد یه لحظه فکرم خود میزد میخندیدم بام یعنی تو کل این بازی فقط هدف خودش بود سماک 2 تا جون داریم بچه‌ها یه دونه بزنید ایزی رد بول خوشم نمیاد چاقو دوباره بخوایم بلال سرش بیاریم کار تمومه خب بزن چند تا خالیه؟ دقیقه 4 تا 3 خب ما میریم برای یه ذره بین ناب برو اینجا بزن چیه خالیه به خود بزن نه خالیه به خود بزن به خودمون میزنیم چرا نه من میدونم توش خالیه اینجا نگاه نکن الان دوباره خودمونیم الان دوباره نگاه اشکال نداره میارزه باز خالی بازم خالی اشکال نداره ریسکو فقط نگاه اینو برمی‌داری میزنی به خودت بعدی رو میخوام سر لوله رو ببرم شلیک کنم بهش وای هرگه باشی من یه بار بریدم کار تمومه کارمون ریسک کردن ما ریسکیم خود ریسکیم بردار شلیک کن وای چجوری میشه 3 تا تیر خالی پشت بندم کار تمومه کارمون ریسک کردن ما ریسکیم خود الان همش پره چاقو هم داره یه ولی پر انداخت بیرون خب وای دستفند زد چاقو بزنه دهنمون سرویس سیگارم زد اشکال نداره 2 تا سیگار داریم 2 تا جونمون پر میشه بذار ببینم اون همه رو داره میخوره که داره این چی داره همه رو میخوره جالت نمیکشی وای 2 تا جونمون کم شد خیلی درد داشت خدای خیلی درد داشت چاقو نرم یه دست دیگه دستمونه وای اشکال نداره ما الان 2 تا سیگار عجب گاویه اون یکی هم خورد اون یکی دیگه تمام میشه گفت تیراش که خشاب و کلن خورده یه دونه پر هم داره الان میزنه اشکال نداره خیلی بد زدی منو خیلی بد زدی منو دست مادر بگرید این دست این دست یعنی اصلا میگم انتقامی بهم جلو برات خب این چاقو واقعا بد چیز بشه ببینم ایول ذره این چاقو رو با هم آره درست میکنم برات خب اینو تو الان میگم سیگار رو 2 تا بزن هیچ آره اصلا شک نکن چون اونجا میگی دیگه بیا 2 تا خالیه 2 تا خالیه 3 تا شانس ما بیشتره غیر زدن خب خوبش شروعش هم با ما رو بزنم میتونیم 2 تا رو پشت سر بزنیم آره خوب خدا رو شکر چون میترسم که وضعیت خراب بشه خب اینم بزن اینم که از این خب من میگم تو اول میخوای یه دونه بزن دل 3 بزن یه دونه بزنم بزن که یه دونه بنز خالیه رو آره حس اینکه اولی خالیه نمیدونم چرا یس
الان چند تا تیر پر داریم؟ الان نگاه کن 3 تا پر بود 2 تا خالی. الان یه خالی انداختی بیرون کلا یه خالی دیگه مونده. ببینیم. نه بزن سر چاقو بزن. نمیخوای ریسک نکنم. نظرت چیه که از این دوتا استفاده کنیم؟ بازم میده به ما ابیلیتی درسته؟ میخوام به یه پر کنم، یه پر داخلش بذارم که شلیک کنم بهش. بزن. میخوام خالی فقط بیافته بیرون. دیگه بقیه پر میشه ولی اشکال نداره. خب الان با ذره بین نگاه میکنیم. اگر خالی بود میزنیم به خودمون، اگر پر بود که میبریم سرش. خالیه. دلستر بخور بناس بیرون. چرا ما میزنیم به خود؟ دلستر میخوام نگه دارم چون به درد میخوره. میخوام بزنم به خودم. درسته؟ بزن به خودت. اگه درست شلیک کنم میتونم دوباره شلیک کنم و الان میخوام اینو پر کنم و شلیک کنم. دیگه خالی نداریم. دیگه خالی نداریم اصلا. ماشاءالله. درسته؟ این کار تمومه. چرا؟ امان سیگار میکشه سریع. نه دیگه الان میریم پایین دیگه. نه هنوز یه تیر تو گان هست. هنوز دوباره چیز نمیشه. یک تیر باقی مونده. ولی چیز نداره. نه دیگه چیز نداره. دولول نمیشه. شلیک کن. الان تازه مساوی شد. بالا میسر. مساویه. خب دستبند نه چاقو بده دمش گرم. چاقو این بر بذار. یکی دیگه ذره ای واه ایران فقط اینو میبندی. تموم کارش. تو خالی هم داریم. ببین اصلا دست وصله نمیشی. همه اون وسایل اگه داری رو میز بذار. ولی ببن به دست علامه بزن بقیه شدنش فکر میکنم. چیزو بزن دلستر بزن. چاقو رو بزن ببین چی میندازه. نه آقا شلیک. فایر. یه دونه خالی رفت درسته؟ 2 تا خالی بود کلا 4 تا خالی بود دیگه بقیه پر بود درسته؟ دستبند نمیتونیم بزنیم درسته؟ شلیک میکنیم بهش. اینو میخوام با چیز بکشم. ریسک میکنیم اینو میزنیم. تموم. ماشاءالله. رسید به اون جونا دیگه نمیتونه پر کنه نه دیگه پر نمی تو خود دیگه رسید اون دوتا چیزه که بذار اینم میبره. الان گان دستمونه. نه یه چیزی پرسید. Are you ready؟ از اینجا دیگه شروع شد آقا. اینجا دیگه جونش پر نمیشه. قطعش کرد. یعنی چی؟ اونو قطع کرد. اون 2 تا جون بیشتر نداره. دیگه یعنی هیچ کاری نمیشه. خب برو. Very interesting. خیلی اون تمام اینا رو میتونه الان نگاه کنه. واه 3 تا ذره بین داره بچه‌ها. 3 تا ذره خیلی سخته. الان ما هم خوبشیم. دستبند رو بزن. دستبند. بای پر اگه بهش بخوره چی میشه؟ بای. یه درسته میخوای بزنی خالی باشه بزن. اصلا نمیخوام ریسک کنم فقط میخوام بزنم بهش. یس تموم. بردیم. تموم شد. چیه؟ کی پوله؟ برو پول برداریم. کش. خب بچه‌ها امیدوارم که لذت برده باشید از این بازی. واقعا با این بازی حال کردم. واقعا خدا وکیلی بازی خوب. حال می‌کنه چه بازی بعد میارن. آقا پارت 2 می‌خوایم براتون بذاریم با قرصشو. فقط امیدوارم که کامنت بذارید، ساب کنید، لایک کنید، حمایت کنید از این ویدیو. اگه اینطوری بشه با قرصشو میریم و ببینید اون دیگه چقدر قلب خنده‌دار بشه. پارت 2 براتون به زودی میذاریم. دوستتون دارم. خیلی زیاد لایک، ساب، کامنت فلان بسار همه یادتون نره. به قول همیشه عشق برنید. فعلا